ندای مردم ایران رضا شاهه. اما چون جلوی کنسولگری آمریکا هستیم، من میخوام بگم آقای ترامپ، شمایی که به مردم ما گفتی بیا توی خیابون و ما پشت شما هستیم، بچه ها اومدن توی خیابون و صبح به صبح دارن اعدام میشن. دیروز پادشاهمون 10 نفر رو اسم داد و از همه دنیا خواست که جلوی اعدام این 10 نفر گرفته بشه. آقای ترامپ، این نوع جنگ شما باعث شده که صبح به صبح بچه های ما رو دارن اعدام میکنن. بچه های ما با اون حرفی که شما زدی که بیاید توی خیابون اومدن توی خیابون، البته به دستور شاهشون. الان زمان این نیست که شما بخواید با اینها بازی بکنید تا دونه دونشون رو حذف بکنید. بچه های ما رو از دست اشعی نجات بدید. بچه های ما رو از دست طناب دار نجات بدید. نذارید که بچه های ما رو اعدام کنن. تاوان اعدامی که جمهوری اسلامی توی این 6 ماه داره از ایران میگیره، داره بیشتر از اون جنگی میشه که توی منطقه شاید 10 سال در جریانه. بچه های ما رو نجات بدید. سازمان های حقوق بشری و آقای پرزیدنت ترامپ، بچه های ما رو از دست این جلادان نجات بدید قبل از اینکه همه بچه های ما رو اعدام بکنن. این یک موجیه که راه افتاده که طرفداران رضا شاه پهلوی رو دارن داخل ایران صبح به صبح اعدام میکنن. همه رو گرفتن، گلچین کردن، صبح به صبح اعدام میکنن. یعنی میخوان به یه جایی برسونن که شاید تا 1 سال دیگه طرفداران پادشاهی همه اعدام شده باشن. و اینجا ما امروز از آقای ترامپ روبروی کنسولگری آمریکا میخوایم بچه های ما رو از دست اینها نجات بده. آقای ترامپ، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. اینجا رو خالی کنید. یادشون میره که ماها تو خیابون بودیم. هر روز توی خیابون اگر راه بریم اینها نمیبینن، چون از همینجا سوار ماشینشون میشن، از همینجا میرن جلو در خونهشون با اسکورت پلیسشون. سیاستمدارهای اینا نمیان توی خیابون به چرخن ببینن ایرانی ها دارن چی کار میکنن. اینجا دفترشونه، همین روبروه. اینجا رو خالی کنید، فرق نمیکنه. اینجا یه نکته امنیتیه. شما همین امشب 10 بار اینجا رو بالا پایین کن، پلیس میگیرد. اینجا یه نقطه‌ایه که برای پلیس قرمزه. شب و روزش هم فرق نمیکنه، شنبه و یه شنبهش هم فرق نمیکنه. مطمئن باشین اگه اینجا به ما مجوز دادن، قبلش هماهنگی‌ها انجام شده. ما هم اینجا وایسادیم، از اینا کمک میخوایم. ما دشمن کسی نیستیم، دشمن هیچ حکومتی نیستیم. مردممون تو ایران گیر افتادن، دارن مردممون رو میکشن. هیچ راهی نداریم، باید کمک بخوایم از اینا. همونطوری که فرانسوی ها یه روز آمریکایی ها رو نجات دادن، همون جوری که یه روز آمریکایی ها آلمانی ها رو نجات دادن، امروز هم باید همشون دست به دست هم بدن، ما رو از دست این ملاهای خونخوار نجات بدن. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. زنده و جاوید باد. سلسله پهلوی، زنده و جاوید باد. سلسله پهلوی. دوستان چند تا بیانیه داریم، هر کدوم از شما دوستانم